در برنامه اخباری آزادی از حادثه‌های اخیر جهان و تاجیکستان خواهیم گفت. سلام بیننده عزیز، امروز 28 مارس است. توجه کنید به محتوای برنامه. رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه بار دوم و با 100% آوازها عضو مجلس ملی شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در قصر سفید برای مسلمانان افطار تشکیل کرد. میخواهم به همه آنهایی که از ما بسیار پشتیبانی کردند سلام خود را برسانم. رمضان مبارک. دیمیتری مدویدوف طلب دارد که تقدیم شهروندی به مهاجران تفتیش و اقدام‌های ضروری اندیشیده شوند. باید اجازتنامه و سندهایی که به آنها دادند به اعتبار کرده شود و خود شهروند خارجی را از کشور بیرون کنند. رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه در جلسه یکجایی مجلس وکیلان خلقی شهر دوشنبه روز 28 مارس عضو مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان انتخاب شد. با جانبداری نامزدی و 100% وکیلان مجلس شهری آواز دادند. انتخابات اعضای مجلس ملی با فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان برپا می‌گردد. اعضای این پالاتای بالایی پارلمان از سوی مجلس‌های ولایتی و شهری دوشنبه انتخاب می‌شوند. پالاتای بالایی پارلمان 33 عضو دارد که 25 نفر آن از حساب 5 منطقه کشور و 8 نفر آن از سوی پرزیدنت تعیین می شوند. اکثر کرسی های مجلس ملی در اختیار حزب حاکم خلقی دموکراتی است. از سال 2020 رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رئیس مجلس ملی است. طبق قانون اساسی تاجیکستان رئیس مجلس ملی شخص دوم تاجیکستان است و در صورت استعفا یا وفات پرزیدنت وکالت‌های او تا انتخابات به عهده رهبری پالاتای بالایی پارلمان می‌گذرد. مجلس ملی از صلاحیت‌های گسترده از جمله تصدیق قانون‌ها بغیر از قانون بودجه برخوردار است. منتقدان می‌گویند مجلس ملی تقریباً همه پیشنهادهای حکومت را بدون بحث قبول می‌کند. و در آستانه اولین جلسه سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی که قرار است روز 3-4 اپریل در سمرقند برگزار گردد، حامیان حقوق از اروپا خواستند که موضوع مراعات حقوق انسان در کشورهای منطقه را مرکز توجه قرار دهند. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در یک بیانیه گفته است اتحادیه اروپا همکاری‌ها و مناسبت با کشورهای منطقه را تقویت می‌بخشد، اما در این همکاری‌ها موضوع حمایت از حقوق انسان و ولایت قانون بسیار مهم است. همکارم طاهر سفر این موضوع را بررسی کرد و قبل از برنامه از او درباره نشست و مراجعت سازمان حامی حقوق پرسیدم. نشست رهبران اتحادیه اروپا و 5 کشور آسیای مرکزی در پی مستحکم‌تر شدن همکاری‌های دو طرف و خصوص در این 3 سال جنگ روسیه در اوکراین صورت می‌گیرد. با نظرداشت اهمیت افزاینده منطقه در چشم اروپا، سازمان هیومن رایتس واچ و یا دیدبان حقوق بشر گفته است اتحادیه اروپا نباید مراعات حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی را فراموش سازد، بلکه باید به آنها جداً رسیدگی کند. ایسکرا کیرو محقق سازمان نوشته است در 5 سال گذشته در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان موردهای بسیار اضطراب‌انگیز زیر پا کردن حقوق مردم مشاهده شد. سرکوب اعتراضات در قزاقستان، در ولایت بدخشان تاجیکستان، در قرقلپاکستان ازبکستان و در سال 2022 باعث مرگ انسان‌های زیاد و به زندان انداختن خبرنگاران و فعالان حقوق شد. در تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان ژورنالیستان را برای اجرای وظیفه خود با اتهامات ساخته و شبهه برانگیز به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. سوال دیگر از همکارم درباره وضع تاجیکستان بود که چگونه شده است هرچند سالهای اخیر از بدتر گشتن آن بسیار میشنویم. دیدبان حقوق بشر درباره تاجیکستان گفته است خبرنگارانی که درباره سرکوب‌ها در بدخشان گزارش می‌دادند هدف قرار گرفتند. 7 خبرنگار از جمله الفت خانی محمدشاه از 7 و تا به 21 سال زندان محکوم شدند و محاکمه‌ها هم پشت درهای بسته صورت گرفت. دادگاه عالی ماه فوریه امسال خبرنگار دیگر رخشانه حکیمова را به 8 سال زندان محکوم کرد و خشم جامعه و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. ده‌ها فعال و خبرنگاران با مراجعت به پرزیدنت امامعلی رحمان خواستند برای رهایی حکیم و رخشانه که مادر 2 طفل خردسال است مساعدت کند، ولی تاکنون معلوم نیست که پاسخ گرفتند یا نه. دیدبان حقوق بشر از پرونده پرسر و صدای سیاستمداران و منصبداران سابق مثل سید جعفر عثمانوف، همراخان ظریفی و شاکرجان حکیموف هم یادآور شده تاکید کرده است که آنها با گناه خیانت به وطن از 18 تا به 27 سال زندان محکوم شدند.
از همکارم همچنین پرسیدم که تا کجا دعوت حامیان حقوق برای مراعات حقوق مردم در آسیای مرکزی شنیده می شود و حکومت‌های منطقه آنها را به اینابت می گیرند. اتحادیه اروپا با حکومت‌های آسیای مرکزی یا مشترک و یا با هر کشوری آن قرارداد و همکاری‌های زیاد دارد. اگر اقتصاد و تجارت یک بخش مهم این همکاری ها باشد، موضوع حقوق بشر هم معمولا همچون یک بند گفتگوی مهم بین دو طرف یادآور می شود. مثلا سال پیش وقتی اتحادیه اروپا تخمینا $2 میلیون را برای رشد دموکراتیا و حقوق انسان در تاجیکستان اختصاص داد و عین زمان حکومت را برای بستن 700 سازمان غیر دولتی تنقید کرد. در اظهارات رسمی گفته می شد که این کار به نفع دموکراتی سازی جامعه در تاجیکستان نیست. برخی مناقدان میگویند که سالهای اخیر مراجعه‌های بروسل به مقامات دوشنبه درباره حقوق انسان بیشتر پوشیده و در مکالمه‌های سیاسی پس درهای بسته صدا می‌دهند و پنهان ماندن موضوع از چشم جامعه هم شاید باعث سال تا سال بدتر شدن وضع حقوق انسان می‌گردد. همکارم تویری سفر درباره مراجعت دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا درباره رعایت حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی صحبت می‌کرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. در میانمار روزی 28 مارس زلزله پرقدرت 7.7 درجه رخ داد و پس لرزه 12 دقیقه بعدش نیز ادامه کرد که 6.4 درجه حساب شد. مرکز زلزله در قسمت شمال و غربی شهر سیکین بوده. ساکنان شهری رنگان میانمار گفتند که مردم زیاد از خانه‌های خود بیرون شدند. در این باره CNN خبر داده است. مطبوعات میگوید که در قلمرو میانمار بسیار بناها آسیب دیدند. پل مهمی که از دریای ایراوادی پیوندگری میان شهرهای سیکین و آوا میگذرد به آب افتاده است. احتمالاً ده‌ها یا صدها خانه ویران شده است. خبرها میرسد که در 1400 کیلومتر از مرکز زلزله در شهر تایلند بانکوک هم زلزله احساس شده است. برخی خبرگزاری‌ها میگویند تکانخوری زمین را ساکنان بنگلادش، هند، لاوس و چین هم احساس کردند. فعلا معلومات دقیق درباره شمار تلفات در میان مردم نشر نمی‌شود. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز گذشته با تشکیل افطار در قصر سفید به نمایندگان جامعه مسلمانان برای پشتیبانیشان در دوره انتخابات عرض سپاس نمود. او گفت که در این چهاربینی نمایندگان عربستان سعودی، مصر، قطر، لبنان، پاکستان و دیگر کشورها حضور دارند. رهبر آمریکا اطمینان داد که ماموریت کاخ سفید به وعده‌های خود با جامعه مسلمانان وفا می‌کند. افطاری تشکیل شده اولین در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ بود. همکارم خیرامان بقازاده موضوع را ادامه می‌دهد. میخواهم به همه آنهایی که از ما بسیار پشتیبانی کردند سلام خود را برسانم. Ramadan Mubarak. روز پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به مناسبت ماهی برای مسلمانان مقدس رمضان در قصر سفید افطار دایر نمود. ترامپ ابراز داشت که شماره رکوردی مسلمانان آمریکا از او پشتیبانی میکنند. میخواهم به طور خاص به صدها هزار مسلمان امریکایی که در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 ما را دستگیری کردند مینه‌داری خاص بیان کنم. آن عالی بود. ما کمی سست‌تر شروع کردیم ولی وقتی انتخابات انجام یافت دیدیم که پشتیبانی از ما مثل کشتی کیهانی بالا رفته است. میخواهم به همه ابراز سپاس کنم. ترامپ از پیمان ابراهیمی یادآور شد که در دوره اول ریاست جمهوری او میان ایالات متحده آمریکا و کشورهای خلیج فارس به امضا رسیده راه را برای بهبود روابط با یکی از ممالک اسلامی باز نمود. افطار در قصر سفید به زمان راست آمد که خاورمیانه با ناآرامی‌های جدی مواجه است. بسیاری از مسلمانان روی عالم از آن ناراحتند که ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را دستگیری می‌کند. در این حمله ها که بعد یورش گروه اسلامی حماس به اسرائیل آغاز یافتند، ده‌ها هزار فلسطینی به قتل رسیدند. ایالات متحده آمریکا گروه حماس را در رویخط سازمان‌های تروریستی جای داده است.
ما هر روز وعده هایمان در نزد جماعت مسلمان را اجرا میکنیم. مأموریت زیر رهبری من در تلاش‌های دیپلماتی دریافت صلح پایدار در خاورمیانه سهم میگیرد. بسیاری ها باور نداشتند که پیمان تاریخی ابراهیمی حاصل می شود. اکنون ما باز در پی تطبیق آن می شویم. اخیراً گزارش‌های نشر شدند که طبق آن مأموریت ترامپ می‌خواهد منع سفر شهروندان افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگر به آمریکا را جاری کند. در دوره اولی ریاست جمهوریش ترامپ ورود شهروندان 9 کشور و از جمله 7 کشور اسلامی به آمریکا را منع کرده بود، ولی در سال 2018 با حکم دادگاه عالی این قرار بی‌اعتبار دانسته شد. این دو برنامه رو با خبری از روسیه ادامه میدیم. دمیتری مدویدوف خواسته است تدبیرها درباره نسبت به شهروندان خارجی که مقام خود را در روسیه از راه غیرقانونی رسمی کردند پرزور کرده شود. او پیشنهاد نموده است سندها و حتی شناسنامه روسی این مهاجران لغو شود. این در حالی است که بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه از اول سال 2025 ورودی بیش از 5000 مهاجر بر روسیه بنابر جریمه و نپرداختن مالیات و یا پیشنهاد معلومات بر دروغ منع گردیده است. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد. مقامات روسیه می‌خواهند شهروندی مهاجرانی را که به گفته آنها گویا با راه‌های غیرقانونی به دست آمده است بکار کنند. در این باره روز 27 مارت دمیتری مدویدوف معاون رئیس شورای امنیت در جلسه بین اداروی اظهار داشت. به گفته او مهاجرانی که با راه‌های غیرقانونی وجود گرفتند باید در برابر منصبدارانی که اسناد آنها را قبول کردند به جوابگری کشیده شوند. این در حالی است که شهروندی با اجرای شرط‌های معین بعد از تفتیش و مرحله‌های طولانی داده می‌شود. باید اجازتنامه و سندهایی که به آنها دادند به اعتبار کرده شود و خود شهروندی خارجی را از کشور بیرون کنند. در مجموع اگر شهروندی روسیه را غیر قانونی گرفتند آن را نیز باید به اعتبار کنند. به گفته مدویدوف ماموران انتظامی روسیه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را تقویت دادند. سال گذشته دادستانی هنگام قانونی‌گردانی در کشور حدود 30,000 قانونشکنی را آشکار کرده است. مدویدوف تاکید نمود که مقامات باید در همه مرحله‌ها شروع از ثبت نام شهروندان خارجی، ضمن دادن پروانه اقامت و کار و در رفت سپاریدن امتحان زبان امکان سوء استفاده را از بین ببرند. این دعوت دمیتری مدویدوف در شرایطی صدام می‌دهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در یک سال گذشته دریافت شهروندی این کشور تا حد نهایی دقیق‌ترش تا 45% کم شده است. بر پایه آمار نوی این نهاد در سال 2024 همگی 209,000 نفر شناسنامه روسی گرفتند که پسترین نشان دهنده در 5 سال اخیر میباشد. اما تعداد مهاجرانی که از روسیه اخراج کرده شدند برعکس به طور رکوردی بلند شده است. وزارت کارهای داخلی این روند را با پرزور کردن نظارت در ساحه مهاجرت ربط می‌دهند، ولی تحلیلگران در صحبت با نشریه کمیرسانت سبب را از جمله به حمله تروریستی در کراکوس و جلب شهروندان به جنگ اوکراین پیوند دادند. عین زمان در امور نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه دیده می شود که در این مدت 1757 کس را از شناسنامه روسی محروم کردند. ماه آگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره ثبت نام حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم نمودن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی داخل داشت. در پی همین قانون حالتهای زیادی بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان رسانه‌ای شد. یک خبر از تاجیکستان بخشیده به جشن بین المللی نوروز در قلعه مختیپه شهر استرابشان مسابقه گشتیگیری برگزار شد. در این مسابقه بین المللی پهلوانان از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ایران و روسیه اشتراک کردند. در سبقت زنان در وزن 57 کیلو گشتیگیری تاجیک اهلیه مومینووا که در فینال با ایرینا هوبولووا روسیگی پیروز شد با مدال طلا و جایزه مالی سرفراز گشت. در مسابقه مردان پهلوانان تاجیک در 3 وزن غالب آمدند. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه آزادی‌ارگ و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ایکس پیدا کنید. خدا نگهدار.